محبت شرعی این میگه که هنگام مقابله شد یک طرف امر رسول الله است و یک طرف امر قدریت است، یک طرف امر رسول الله است، یک طرف محبت اولادت است، موضوع اولادت است، یک طرف امر رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیگه طرف کاری مردم است. کدامش ترجیح میدی؟ آری معلوم میشه که تو قد پیغمبر محبت داری یا نه؟ بالکل واضح میشه. دعوا خاصان گپ است. هر کس میگه من محبت با رسول الله دارم. محبت با رسول الله تقاضا میکنه از تو عمله که در زندگی خود تطبیق بکنی. خوشحالی آمد گفتم که زانو بزن در پیش عالم، سوال بکن طریقه ولیمه چطور است، دختر کی داده میشه، مهرش چی رقم میشه، چقدر مهر گرفته میشه، حقی کیست، دختر چه قسم بده آدم، ولیمه چه قسم است. راستیتانه بگید دمی مجمع شما را به الله قسم کدامتان همینطور زانو زدی؟ بگوی برای من. و پیش الله متعال رفته نیستیم و دعوای محبت پیغمبر میکنیم. معامله عروسی خو یک معامله ساده نیست.